سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به چنل تکنولوژی. امروز قراره با هم دیگه با چند تا قابلیت CSS آشنا بشیم و استارتی بزنیم و پروژه انتخاب کنیم برای شروع آموزش برنامه‌نویسی طراحی سایت به صورت پروژه محور. پس با من همراه باشید. بزن بریم. خب دوستان، اومدیم داخل VS کدمون. حالا یه دونه تگ دیو میزنیم. تگ دیو چیه؟ تگ دیو دو تا کاری داره. کاری اولش مثلا ازش میشه به عنوان اشکال استفاده کرد. مثلا میتونیم یه دونه دایرهش کنیم یا مربع استفاده کنیم و کاربرد دیگهش به عنوان نگه دارنده فایل تگ کامله. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما 1000 تا تگ داریم، میخوایم اون 1000 تا رو مثلا داخل یه بخش باشه. اون 1000 تا رو میزنیم داخل یه دیو یا سیکشن. خب حالا ما بریم به این دیومون یه دونه کلاس میدیم. کلاس چیه؟ کلاس مثلا ما داخل یه سایتی که میزنیم توش مثلا 100 تا دیو استفاده شده. داخل CSS بخوایم فراخوانی کنیم، مثلا بزنیم دیو خالی، روی تمامی دیو هامون این تغییرات ایجاد میشه. ولی نه، وقتی بهش کلاس یا آیدی بدیم فقط روی همون چیزی که فراخوانی کردیم اعمال میشه تغییرات. میزنیم کلاس first div. خب برای فراخوانیمون یه دونه کلاس داریم، یه دونه آیدی. خب که هیچ فرقی نداره، فقط آیدی رو میشه یه بار استفاده کرد. یعنی مثلا شما تو این دیو استفاده کردید دیگه نمیتونید تو دیو پایینی استفاده کنید، ولی کلاس رو مثلا هر چنده که بخواید میتونید ازش استفاده کنید. بریم داخل CSS مون، میزنیم بادی. اولین کاری که شما میکنید برای کار با CSS میزنید بوردر باکس، باکس سایزینگ، بوردر باکس، کنترل S و مارجین 0، هدینگ هم 0. خب حالا میایم پایین، میزنیم دیو دات، اسمش چی بود؟ اسمش F دات F. کلاد باز میکنیم. دات برای کلاسمونه و هشتگ برای آیدیه. حالا داتش میکنیم، بریم اینجا اینتر، کنترل S میزنیم. مثلا دیومون بک‌گراند کالرش باشه بلو. پس اونو کپی میکنیم، این داخل مرورگر، کنترل V میزنیم اینتر. میبینید که الان نیومده. برای اینکه بیاد چیکار باید بکنیم؟ باید روش اندازه بدیم. بگیم ارتفاعات نمیدونم این طول یا عرضه، میزنیم 500 پیکسل، هیت باشه 400 پیکسل. کنترل S میزنیم داخل مرورگر. میبینید که الان برای اینکه بیاد وسط چین بشه میایم داخل VS کدمون، میزنیم دیسپلی فلکس، کنترل S، align items center و justify contents center. حالا چیه این موضوع دیسپلی فلکس که خیلی کاریه. مثلا ما میخوایم وسط چین کنیم، کنار چین کنیم، بالا به پایین بیاد. یه موضوع خیلی بازیه که من بعدا یه ویدیوی جدا درست میکنم داخل چند پارت توضیح میدم. میایم میگیم دیسپلیمون فلکس باشه، الاین آیتمز سنتر و جاستیفای کانتنت هم سنتر. یعنی در هر صورت وسط قرار بگیره.
از چپ به راست وسط و از بالا به پایین وسط. کنترل اس میزنیم، میریم داخل مرورگر، رفرش میکنیم، میبینیم هیچ تغییراتی رخ نداد. چرا؟ چون که ما گفتیم هرچی که داخل این دیو هستش دیسپلی فلکس باشه. باید بیایم دیسپلی فلکس و الای آیتمز و جاستیفای کانتنتس رو به بادیمون بدیم، چون دیومون داخل بادیه. اینجا میایم میزنیم، میایم اینجا میبینید که اومد وسط چین شد. خب این از این. حالا برای اینکه متنمون رو رنگ کنیم یه دونه متن بهش میدیم، میزنیم H2 کالر باشه مثلا وایت. این داخل مرورگر میبینید که متن، حالا میبینید که متن چپچینه و بوم بالاست. بخوایم بیاد وسط، اینجا داخل سیستمون همینه که به این بالا دادیم، کنترل سی میکنیم و کنترل بی کپی پیست میکنیم، میایم اینجا میبینید که وسط چی شد. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو با من بودید. از جلسه بعدی یه دونه سایتی انتخاب میکنیم، با هم دیگه پروژه محور میبریمش جلو. و مرسی، ممنون که تا اینجا اومدید. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله نوتیفیکیشن بزنید، لایک رو بزنید و کامنت بذارید، چون خیلی من انرژی میده تا ویدیوی بیشتری بسازم. و تا درود دیگر، بدرود.